سفیر قطر در افغانستان برای نخستین بار به پنجشیر سفر کرد و با والی این ولایت درباره وضعیت امنیتی، ظرفیت‌های اقتصادی و زمینه‌های سرمایه‌گذاری گفتگو کرده است. هیچ مشکلی نیست الحمدلله. تو امنیتی که در پنجشیر است در کل افغانستان نیست. والی پنجشیر همچنان از روابط کابل و دوحه قدردانی کرده و خواستار سرمایه‌گذاری کشورهای اسلامی و تاجران عرب در بخش‌های زراعت، تجارت، زیربنا، صنعت و گردشگری شده است. و الحمدلله با آمدن امارات اسلامی افغانستان ملت افغانستان متحد شده. امو ملوک الطوافی، امو کماندان سالاری، خان سالاری، حضور سالاری و فرهنگ الحمدلله ختم شده. ملت ما یک دست یک پارچه شده. روز به روز الحمدلله ما به طرف اعمار و به طرف پیشرفت و به طرف منابع طبیعی خود رسیدگی میکنیم و طبیعی است که یک کشور از 50 سال جنگ میبره، در اونجا بنیادا ویران میباشه، در اونجا بسیار زیاد مشکلات میباشه، مشکلات اقتصادی و مشکلات سیاسی و مسائل زیاد میباشه و الحمدلله که مثل شما و برادرها در پهلوی ما باشه و دیگه مسلمان ها و دیگه کشورهای اسلامی هم الحمدلله امروز ما تعامل داره و دست کمک را دراز کرده میکنه. سفیر قطر نیز پنجشیر را دارای ظرفیت‌های مهم اقتصادی دانسته و گفته کشورش برای اجرای پروژه‌های مختلف در این ولایت مصمم است. او به گونه مشخص از سرمایه‌گذاری در بخش پروسس میوه‌های تازه و خشک خبر داد. بر اساس معلومات ارائه شده، حدود 17 میلیون دلار پروژه از سوی مؤسسات ملی و بین المللی در ولایت پنجشیر در حال اجراست و 1 میلیارد افغانی نیز برای پروژه‌های دیگر در سال جاری اختصاص یافته است.